الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. در سوره حشر سپاره 28 سوره الحشر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، الله متعال توصیه میکنه برای انسانهای مؤمن. و وقتی که یا ایها الذین آمنوا گفته میشد، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفتن که کدام حکم بسیار مهم است، باید در قسمت شنیدن ازی به خاطر عمل کردن بسیار دقیق باشیم. الله متعال می ای مؤمنا اتقوا الله، شما بترسین از الله. ولتنظر نفس ما قدمت یدا. یکی از جمله تقوا چی هست؟ یکی از مسائل تقوایی است که انسان نظر بکنه، ولتنظر و نظر بکنه یا ببینه، نفس یک نفسی ما قدمت لغد، که ما چی چیزی را تقدیم کرده برای فردای خود. این تقوا هست. ببینین که به فردا روز قیامت کلمه غد آمده، چون قیامت بسیار زود آمدنی هست، ناگهان ما را میگیره. شما متوجه باشین مثل که صبا قیامت است، مثل که فردا قیامت باشه. پس شما ببینین که برای فردا قیامتتان چی چیز تقدیم کردین، اعمال حسنه و یا اعمال سیئه. و اتقوا الله، و بترسین از الله. ان الله، یقین داشته باشین که الله متعال خبیر، بسیار با خبر از بما تعملون، به آنچه که شما عمل میکنین. ولا تکونوا کالذین نسوا الله، و تقوایی است که شما مثل کسایی نباشین نسوا الله که الله را فراموش کردن. فانساهم انفسهم، باز کسی که الله را فراموش کرد، الله باز نفس ازی را هم سرازی فراموش میکنه. باز الله اتترا به تفاوت میسازه که خودت از یاد خودت میری، نمیفهمی که من چی کار میکنم که سبا در کدام بلا میمانم. بسیاری کسا از اقا غافل است، یک کاری بسیار زشت میکنه، خبر نداره که نتیجه ازی چی است. حالا بسیاری کسا مثلا جوانی میکنه، سیگرت پف میکنه، دیگر روز چرس میکشه، دیگر روز پودرک هم میکشه، باز فکر میکنه من بسیار لکس هستم، دیگر روز فرت کرده در دریای کابل رفته خبر. اینا اگه این حکم الله را فراموش نمیکرد، خود فراموش نمیکرد، آینده خود فراموش نمیکرد. الله متعال میگه شما مثل انسانهای بیعقل و بی ایمان و بی دین نباشین که نسوا الله، که اینا الله را فراموش کردن، شریعت الله را فراموش کردن، حکم الله را فراموش کردن. فانساهم، باز الله سر از اینا فراموش کرد چی را؟ انفسهم، نفسهای خودشان، خود باز فراموش میکنن. اولایی که اینی کسایی که این قسم صفت دارن یا فاسق هستن، هم الفاسقون، یا فاسق هستن. فاسق کی را میگن؟ الخارج عن طاعت ربه، کسی که خارج میشه از طاعت الله. الله متعال میگه ایگه بسیار مهم است، این رو خوب مغزتان باز کنین. لا یستوی، مساوی نیست، اصحاب النار و اصحاب الجنه. شما چی قسم مردم هستین؟ فکرتان بگین. مساوی نیست. الله میگه اصحاب النار، اهل دوزخ، و اصحاب الجنه با اصحاب الجنه. اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب الجنت یا کامیاب هستن. آیا تو انسان کامیاب با یک انسان ناکام مساوی فکر میکنی؟ یک نفر در تجارت خود کامیاب است، 200 کانتینر تجارت داره. یک نفر دیگه در تجارت ناکام شده، 200 کانتینرش در بحر غرق شده. مساوی هست؟ الله میگه نیست مساوی. او کسی که در جنت میره در نعمت هاست، و این کسی که در دوزخ میره و در عذاب الله گرفتار است. الله میگه یا مساوی نیستن. اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب الجنت. عرب ها بعضی اوقات مثل میگفتن، بعضی کسا میگفت که فلان شخص مثل کوه است، انا کالجبل، من مثل کوه هستم در قوت خود و در توانایی خود. نه یگان تا میگه فلان رو ببین مثل کوه قوی هست. الله متعال میگه لو انزلنا، اگر ما نازل میکنیم هذا القرآن، امی قرآن عظیم شان را، علی جبل، بالای می کوهی که شما با غرورتان خدا تشبیه میکنین با این کوه، لرأیته، باز تو میدیدی امی کوه را که خاشن، بسیار عاجز می بود، متصدعا،
صدا سردرد می بود، که سردرد می بود، سرگنگس می بود، ذره ذره می شد می پارچه های کو من خشیت الله، از چی؟ از ترس الله. و تلک الامثال، و الله متعال میگه این مثال هاست نضربها که ما رو بیان میکنیم للناس، برای مردم، لعلهم یتفکرون، شاید که اینا تفکر بکنن، صاحب فکر روشن شون، ضمیر و فکر از اینا روشن شوه و حق درک بکنن. آن الله متعال اسماء و صفات خود بیان میکنه، میگه هو الله، الله که است، الذی، او ذات است که اولین صفتش که است لا اله نیست، هیچ معبودی بر حقی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا هو، بغیر از او. یعنی الله معبود است که ذاتش عبادت میشه و شریعتش تطبیق میشه. دیگه صفت الله چی است؟ عالم الغیب، لا اله الا هو، توحید الوهیت. عالم الغیب و الشهاده، توحید در علم غیب الله. پس الله عالم غیب و شهادت است. هو الرحمن الرحیم، الله بسیار بخشاینده و مهربان است. یکی از سوالای امتحان شما ترجمه نامهای الله هست، فکرتان باشه، نقل برتان دادم. ترجمه چی است؟ نامهای الله هست. مثلا سوالات میگه که فرق بین الرحمن و الرحیم چی است؟ شما میگین الرحمن هم از صفت رحمت گرفته شده و رحیم هم از صفت رحمت گرفته شده هست. الرحمن به وزن فعلان است، یعنی نعمتهای الله به اساس رحمتش عام است به تمام مخلوقات. رحمان ذاتی که نعمتهایش عام است به تمام مخلوقاتش. ای کریمی که از خزان غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که بر دشمنان نظر داری. یعنی الله متعال به اساس صفت الرحمنش حتی به کافر، بیدین، مشرک، منافق، دشمن الله و رسول هم روزی میده. فهمیدن؟ این رحمان میگه. یعنی خلاصش چی نشته میگه که بسیار واسع هست در رسانیدن نعمتها. رحمان بسیار مهربان است در رساندن نعمتها ولو که دشمنشان باشه. رحیم چی است؟ رحیم مهربان است در رساندن رحمت به بنده های مؤمنش. رحمان عام است به کافر و مسلمان و رحیم خاص است برای کی؟ به رساندن رحمت. ایمان یک رحمت است، جنت رحمت است. باز این رحمت خدا که جنتش است، ایمانش است، یا کسی را باز به کافر نمیته، این باز مخصوص مسلمان هست. خب هو الله، الله رو چه قسم معرفی میکنی؟ میگی ذاتی هست که اول ذاتش عبادت میشه، شریعتش تطبیق میشه. الله نسبت به دیگر اسما چی فرق داره؟ میگی فرقش است که تمام صفات الله در کلمه الله خلاصه شده. در تمام اسما و صفات الله چی شده؟ خلاصه شده. یعنی وقتی که یک دفعه میگی یا الله، به این معنا که الله را با تمام صفاتش یاد کردی. و الله دیگه چی خصوصیت داره؟ یکی از صفات اللهی است که عبادت ازی به غیر از طریقی پیغمبرش شناخته نمیشه. وقتی که تو میخوای عبادت اطاعتش بکنی، از طریقی کی بکنی؟ پیغمبرش بکنی. یه صفات الله است. هو الله الذی، الله اون ذاتی است که لا اله نیست، هیچ مخلوق مستحقی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه، هیچ موجود مستحق از این نیست به غیر از او که الله هست، خالق است. از اسماء و صفات الله چی است؟ یکیش الملک. این توحید در اسماء و صفات است. الملک چی معنی؟ ملک به معنای مالک متصرف در مخلوقاتش. دو چیز داره، دو نقطه را نوشته میکنین. الملک دو معنا مختصر: مالک متصرف از در مخلوقاتش و ملک و تصرفش تام و کامل است. وقتی که میگه الملک یعنی الله مالک متصرف است در مخلوقات، مالک متصرف است در مخلوقات و ملک و تصرفش تام است، کامل است. القدوس چی معنی القدوس؟ از اسماء الله الحسنا یکی هم قدوس است. قدوس دو نقطه را نوشته میکنین خلاصش.
القدوس یعنی ذاتی که از عیب خالی هست، منزه از عیوب، پاک از عیوب هست، یک صفتش. پاک از نقصان و عیوب یکیش است. دو، کامل است در ذات، صفات و افعالش. قدوس چه قسم میگه؟ میگه پاک است از نقصان و عیب یک، و کامل است در ذات، صفات و افعالش. این قدوس میگن. السلام چی مانا؟ السلام یک، به معنای سلامتی از عیب، یعنی الله متعال السلام است به خاطر که سلامت است از چی؟ از عیب ها. دو، سلامت نگاه میکنه بنده های مؤمن خدا از عذاب ها، خودش سالم است از عیب و نگاه میداره بنده های خدا از عیب ها با اطاعت از قرآن و سنت. المؤمن، المؤمن اول معنایش به معنای امن دهنده برای بنده ها. بنده های خدا امن میته، آرامش میته، راحت میته، بنده های مؤمن خدا. دو، المصدق لنفسه، تصدیق کننده هست به ذات خود و به صفات خود و به عبادت خود. این دو نقطه در المؤمن. المهیمن، المهیمن اول به معنای هیمنت و مراقبت است، یعنی ذاتی است که هیمنت داره، قدرت داره، مراقبت داره. دو، حفظ کننده هست از بدیها. المهیمن. العزیز، الله العزیز است، از کلمه عزه گرفته شده به معنای اذا غلبه، ذاتی که غالب است بر دشمنای خود و ذاتی که غالب است در تمام امور خود. الجبار، الجبار معنای اولش از کلمه جبران گرفته شده است که یعنی جبران کننده هست بر سختی ها. وقتی که سر شما یک سختی میه، الله متعال او را جبران میکنه، باز در مقابلش به نعمت ها. جبران کننده مشکلات است، سر تو که مشکل میه الله او را جبران میکنه، در مقابلش باز بر تو خوبی ها را میره. و دوم، جبار از کلمه جبره گرفته شده که یعنی مجبور میسازه مخلوقات خود به اراده و تقدیر خود و قضا و قدر خود. وقتی که الله چیز را تقدیر میکنه و حکم میکنه، باز بر رضا باشه یا زور باشه، اینمی احکام خود سر اینا تطبیق میکنه، دوستش باشه یا دشمنش باشه. المتکبر، المتکبر او ذات است که بسیار عالی مقام است در کبریا و عظمت خود. بسیار عالی مقام است در کبریا و عظمت خود، بسیار عظمت داره و بسیار بزرگی داره و بسیار کبریا داره. این کبریا شایسته ذات از او هست و مخلوق که با این صفت که تعالی خود داخل میکنه، الله او را ذلیل میسازه. چرا که المتکبر صاحب کبریا و عظمت کی است؟ الله است. و مخلوق کس بر مخلوق صفتش است؟ تواضع و عاجزی و بندگی هست. سبحان الله، پاک است الله متعال عما یشرکون، از آنچه که دشمنا شریک میسازند در اسما و صفات الله. یعنی بعضی اوقات بعضی کسا این صفات الله را به مخلوقات نسبت میتن و شریک میسازند. هو الله، الله متعال که الخالق، الخالق خلق کننده مخلوقات هست، از عدم، از هیچ،
بی‌نیاز از وسایل، مثل که دیگه مردما نیازمند هستند. الله خلق میکنه با بی‌نیازی خود. البارئ، البارئ یعنی از نوع آشکار کننده. یکی از نوع آشکار کننده، دوم از نوع خلق کننده. او تو خلق کننده ای که خالی می باشه از چی؟ از تفاوت مخل. تفاوت مخل چی معنی؟ یعنی در خلقت ازی هیچ کمی و کاستی نیست و اینا را جدید خلق میکنه از هیچ. المصور، المصور به معنای صورت دهنده، تصویر کننده، و معنای دیگهش الموجد لصور الاشیاء، یعنی خلق کننده صور مخلوقات. پس تصویری که الله متعال بر مخلوقات خود داده مصور است. از این خاطر کسایی که زیاد تصویر میگن سخت عذاب بر زنا هست. چرا؟ خود تشبیه میکنن با این اسم الله که مصور است، این صفت الله. از این خاطر عکس گرفتن به جای خوب نیست مگر به احتیاط، به اساس ضرورت. له الاسماء الحسنى، برای الله هست اسماء حسنا. چی معنی اسماء الحسنى؟ میگن اسماء الحسنى را به خاطر اسماء الحسنى میگن که نامهایی است که دلالت میکنه به معانی بسیار حسن و عالی. نامهایی که دلالت به معناهای عالی میکنه. اسماء الحسنى اسمایی است که در بین از چی است؟ معناهای بسیار عالی است. یسبح له ما فی السماوات والارض، تسبیح میگن برای الله ما فی السماوات، آنچه که در آسمان هست، و الارض، آنچه که در زمین است، و هو العزیز الحکیم، و الله متعال بسیار عزیز غالب است، و الحکیم با حکمت است. حکیم دو معنا داره. الحکیم یعنی بسیار با حکمت است در تشریع و تقنین خود. وقتی که الله قانونی را میسازه، شریعت را میسازه، این چی است؟ این بسیار حکیمانه هست. حکیم است در مخلوقات خود، مخلوقات را که خلق میکنه با حکمت خاص خلق کرده. دوم معنای الحکیم یعنی ذات حاکم که ارزش ها را تعیین میکنه. حلال، حرام، خوب، خراب، جایز، ناجایز، کلش الله تعیین میکنه. چی خوب است الله تعیین میکنه، چی خراب است الله میگه که این خراب است، چی حق است الله تعیین میکنه، چی باطل است. یعنی ذات حاکمه که او شریعت تعیین میکنه، مشروع و غیر مشروع، خوب و زشت، حق و باطل او تعیین میکنه.